خب خوش اومدیم به قسمت دوم مهد پلاس امروز. چه شمرده من فکر کردم همونجوری که اول برنامه گفتیم یه مهمون داریم که وقتی اینجا با شخصیتش آشنا شدیم دیدیم چقدر که دوست داشتنیه. نوید رضوانی عزیز که بهش میگن بی بوی اسپاگتی. سال نوت مبارک. سال نو شما مبارک و سلام میکنم و سال نو رو به تمام بیننده های برنامه مهد پلاس تبریک میگم. اینقدر چیزا راجع به نوید گفتنی و دیدنی زیاده، واقعا ما نمیخوایم خیلی حرف بزنیم. خیلی سریع و خیلی آره دیگه شمرده به تو نه تون بریم سر اصل مطلب. نوید خودت از هنرت با زبون قشنگ خودت تعریف کن واسمون. از کجا شروع کردی؟ الان اصلا از همونجا شروع کن که از کجا شروع شد. از بچگی عاشق شیطنت بودم و از در و دیوار بالا میرفتم به قول خانواده‌ام. اون تنها چیزی هم که من میشنیدم از مامان بابا این بود بچه بگی بشین سر درست. دکتر بشی. دکتر مهندس. بعد دیگه که نشدیم آخرش. بعد از بچگی هم موقعی که مایکل جکسون رو تلویزیون دیدم توی فیلیپین دیدم اتفاقا یه چیزی قلبمو گرفت. یه چیزی مثل یه داستانی بود برای من که برام خیلی جالب بود چجوری یه مرد میتونه روی صحنه وایسه بعد کلی جمعیت رو انترتین بکنه با موزیکش، با رقصش، با حرفاش. بعد خیلی دلم میخواست بتونم یه همچین آدمی بشم توی جامعه یه روز. بعد برای همین اون فوکس رو نگه داشتم تو کلم، درسامو ادامه دادم. بعد موقعی که رفتم نروژ سال 2001 با خانواده‌ام شروع کردم دنس رو حرفه‌ای‌تر انجام دادم. بعد دیدم که میتونم با رقص پول در بیارم چون نروژ کشور پولداری بود. بعد انترتینمنت رو خیلی دوست داشتن دیگه. یعنی برای سرگرمی پول خرج میکنن دیگه. من خیلی زیاد. بعد احترام زیادی مثل یه هنرمند برات دارن. دقیقاً همین می‌خواستم بگم. یه توضیح واسم میدی واسه من خودم به شخص جالب که چقدر امکانات، چقدر توجه، چقدر چیز میدن به کسی که مثلا میرقصه توی نروژ. توی نروژ موقعی که دنسر باشی که توی صحنه‌های پروفشنال کار بکنی 100% اینشورنس داری. بیمت میکنن. بعد احترام زیادی برات میذارن به عنوان هنرمند بزرگ به خاطر اینکه دنس الان داره حرف اول تو انترتینمنت دنیا میزنه. هر برنامه‌ای که تماشا میکنیم بغل بهترین آرتیست‌ها همیشه دنسران که مجلس گرم میکنن به حالت خیلی خوب. چون میشه موزیکو شنید ولی موزیکو هیچ وقت نمیشه دید. تنها کسایی که میتونن موزیکو بهت نشون بدن دنسران. درست. چقدر قشنگ گفتی. این یه واقعیته. برای همین این هر وقت خودم هم اینو میشنوم تمام بدنم گوس پامپ میگیره، یعنی موهای بدنم سیخ میشه چون یه چیز یه قدرتیه برای خودش که احساساتتو بتونی روی حرکت بذاری رو زمین. نوید یه سوال من جوابشو میدونم و میخوام دوباره ازت بپرسم واسه بیننده هامون. اسمت هست بی بوی اسپاگتی نه معروف هستی به میگی واسمون چرا؟ موقعی که نروژ رفتم کارامو انجام میدادم مردم میگفتن چقدر این بدنش نرمه مثل اسپاگتیه. بعد یه حالتایی نوید جان اوکی آها که بی بوی اسپاگتی بهم میگن به خاطر نرمی بدنم. بسیار هم چی میشه گفت سیاوشون هم بلده باور کنید. حالا من الان سیاوش فقط میشه در دیوار بالا میره. من دستام میتونم بذارم پشت سرم مثلا. ولی ببین من این چقدر باید تمرین، یعنی از کجا شروع کردی، چقدر تمرین کردی که رسید به اینجا؟ یعنی بایستی دنس اگه بخوای پروفشنال انجام بدی به قول ایرانی‌ها باید تو خونت باشه. یعنی که واقعا باید 100% بهش بچسبی. اگه برای هابی، برای تفریح داری که میتونی همیشه باش شوخی بکنی، ولی وقتی میخوای باش زندگی بکنی نرمش‌های زیاد، تمرین‌های هر روز، بعد اینجوریای زیادی میگیری. اینجوری میشه به فارسی میشه آسیب‌های زیادی میبینی. بعد بسی خیلی صبور باشی توی دنس، توی زندگی با دنس. من 3 تا عمل مختلف داشتم، یه شونه یه زانو. دکتران بهم گفتن دیگه نمیتونی دنس رو ادامه بدی ولی هنوز دارم خیلی قوی خدا رو شکر. این همون دکترایی ان که خانواده میگفتن دکتر بشین یه سری از نوید یه چیز خیلی مهم. خب تو الان چه سبکی از رقص رو دنبال میکنی؟ چون میدونم بریک دنس هستش که درسته هیپ هاپ بهش میگن یه جا، ولی خودت دقیقاً الان چه قسمت هست؟ من به عنوان یه بی بوی معرفی شدم توی جامعه نروژ. بی بوی یعنی بریک بوی، یعنی پسری که به بریک موزیک میرقصه که صدای ضرب درام میشه که از زمان جیمز براون و اینا توی برانکس این چیزها خیلی معروف شد که سال اوایل 70 بود، 1970. هیپ هاپ 4 تا شاخه مختلف داره. یکی بریکینگه، یکی رپینگ، یکی گرافیتیه و یکی هم دیجیینگ که من بریکینگ رو انتخاب کردم. در کنارش تو اپرای ملی نروژ به عنوان یه دنسر فعالم کار میکنه. یه چیز خیلی مهم که نوید انجام داده یه فیلم 45 دقیقه‌ایه که نوید ساخته.
انقدر کارهای مختلف نوید کرده تا فردا صبح بشینیم میتونیم یکی جالبتر رو دیدنی تره واقعا. ولی حالا این فیلم 45 دقیقه‌ایه، به نظر من ما هیچی الان نگیم، بریم یه گوشه‌ای از فیلم رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم میخوایم بگیم که اصلا قصه چیه. Te choro, chuvinha chuviscou. Choro, te choro, chuvinha chuviscou. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Nego, chamego, me deixa, me deixou. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Mas eu te espero na porta das manhãs, porque o grito dos teus olhos é mais e mais e mais. E depois que você partiu, o mel da vida apodreceu na minha boca, apodreceu na minha boca. بسیار بسیار جالب. نوید داستان چی بود اصلا؟ چرا تصمیم گرفتی بلند شی بری ایران در مورد بریک دنسینگ این داکیومنتری رو درست کنی؟ اصلا چرا؟ میدونم که یه وظیفه‌ای به مردم کشور خودم دارم، یه وظیفه‌ای به سل تو خون بدنم دارم که مال ایرانیاست. With great power comes great responsibility. با قدرت خیلی زیاد وظیفه بزرگی میاد. برای همین خواستم برم ایران که این هنرمو بتونم با بچهای اونجا شیر بکنم، بهشون یاد بدم. مثلا میخوام به عنوان مثال وقتی که صحبت کلا در اومد عالی. وقتی صحبت بریکینگ که میشه یا بریک دنس که میشه به قول ایرانی‌ها میگن که بلدی رو کلت بچرخی. مثلا الان میخوای رو کلت بچرخی؟ ای وای عالی. درسته. وقتی که اینو میبینین همه فکر میکنن وای این بریک دنسره، اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ این یعنی بریک دنس، ولی واقعیت این نیستش. بریک دنس واقعی حرکت کردن به صدای ضرب موزیکه. مثلا اگه موزیک بگه دوم دوم ده دوم دوم ده، باسی به صدای ضرب موزیک ایست بکنی. درست؟ من همین خواستم بگم ما اینجا خیلی دست نمیتونیم بزنیم، ترسیده زیاد میره بالا، ولی چرخیدنش یه طرف حرفم داشتی میزدی همینطور که داشتی میچرخیدی. خب برای همینه که دلم میخواست برم ایران که بتونم اینا رو با مردم شیر بکنم. یکی از واقعا سخت‌ترین پروژکت هایی بود که تا حالا انجام دادم. وقت زیادی روش گذاشتم، خودم ادیت کردم، خودم فیلمو ساختم، CD های زیادی بردم از نروژ که بچه‌های ایرانی یاد بدم. یه سوالی من الان تو رو گیر آوردم، 60 سال دارم. اصلا اون میدونی دنیای هیپ هاپ اینجا وجود داره، جایی هست مردم میرن، گفتی هم تو گرافیتی آرتیست هستن، کلاب هست، فلان هست، جمع. تو ایران اصلا اون هست؟ میدونی چه تو ایران به نام آکروباتیک حرفه‌ای یا ایروبیک حرفه‌ای فدراسیون داره تو ایران. و این خب یه چیز خیلی خوبیه به خاطر اینکه زیر نظر فدراسیونه، بعد کسی اینا رو اذیت نمیکنه و توی چارچوب فدراسیون این کار انجام داده میشه. و افرادی هم تو فدراسیون دارن کار میکنن که واقعا از ته قلب دارن اینا رو کمک میکنن و اینو من احترام براشون میذارم. درسته؟ ولی خب واقعیت رو نمیدونن. چیزایی که روی افراد دیگه دیدن یا تو تلویزیون دیدن رو دارن به بچه‌ها یاد میدن. برای همین احتیاج به یه کسی دارن که دانش اینو داره، بتونه بره تو کشور اینو بهشون یاد بده. هیپ هاپ واقعا یعنی چی؟ به انگلیسی میگن to be hip is to be intelligent، یعنی دانش داشتن. هیپ هاپ یعنی چی؟ هاپ یه پرشه، یه حرکته. درسته؟ هیپ هاپ دانش متحرک. پس خیلی بیشتر از یک کلمه است. میگه که همین که تو داری رو کلت میچرخی تو باسی 100% به موزیک آشنا باشی که موقعی که موزیک بهت میگه باسی نگه داری حرکتت. درسته؟ ولی وقتی کسی که نمیدونه خب حرکتو میزنه میگه منم یه بریکرم. بیشتر من سوال دارم در مورد داکیومنتری. نه عزیزم نوبت من اگه اجازه بدی من بپرسم. یه چیزی که نگه دار برای بعدم. من یه سوال خیلی مهم دارم. رفتی ایران، شهرهای مختلف، گروه‌های مختلف دیدی. هیپ هاپ بین دخترها رو تفاوتش رو بین با پسرها چی؟ چون مسلماً با اینکه خب فدراسیون هست، همه اینا هم هست،
ولی فکر نمی کنم که در یه سطح بتونن فعال باشن و این کار انجام بدن. تو هم تفاوتش رو دیدی؟ راستش رو بهتون بگم اجازه نداشتم که با خانوما تمرین بکنم به خاطر طوری که هستش. فدراسیون خانوما دارن که خانوما خودشون تمرین میکنن و آقایون خودشون که من میتونم محل تمرین آقایون باشم. ببین این رقصه که اینجا الان داشت میرقصید نوید، این خیلی جالبه. خب ولی این قدشه، خب اینقدر هنرش زیاده. سیاوش دست نوید رو گرفت و بردش یه برنامه کوچولو درست کردن با هم دیگه. خیلی جالبه و خیلی هم سخت، برای اینکه فکر میکنم رقصی که توی خیابون انجام میده رقص اوریجینال بهش میگن دیگه، اصلش اینجوریه. اوریجینال گوشه‌هاشو داریم، بریم با هم دیگه ببینیم، برگردیم بازم راجع بهش صحبت میکنیم. دیدنیه، هر گوشش اینجا باشه صحبت کنه دیدنیه، برنامه‌شو بریم ببینیم دیدنیه. نوید Superstar DJs. Here we go. Hey girls, B-boys, Superstar DJs. Here we go. Nation, pledge your allegiance, get your boutiques on, all black everything, black cars, all black everything, and I drove the black birds, riding with they diligence, get more than tap if you boys really rhythm dumb, this is not familiar, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'm a couple bands down and I'm trying to get back, I gave them the grip, I lost a flip for 5 stacks, yeah I'm talking 5, 6 zeros, stop zeros, hit up, back to running circles round, niggas now sweat up, hold up. Life's a game but it's not fair, I break the rules so I don't care, I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give a shout, only thing that's on my mind, so go run this town tonight. We gon' run this town tonight. من قبل از اینکه شروع کنیم یه معذرت خواهی تو ملای عام میخوام بکنم از نوید. 3 هفته پیش نوید ما ازش پرسیدیم چی لازم داری، گفت من فقط یه قالیچه پلاستیکیه که من اون لازم دارم، مخصوصا هیچ چی دیگه لازم ندارم. من اون قالیچه رو یادم رفت ببرم با هم دیگه به فیلم برداری، بعد رو زمین مجبور شد برقصه. من شرمندم، من فقط همینو داشتی بگی فقط دیگه. چی می‌خواستی بگی؟ اگه سیاوش معذرت خواهی نمی‌کنم من همینجا مجبورت می‌کردم سیاوش بچه ساون با خاک و کوه و اینا بود بزرگ خاک شد. و دیگه شیشه و سنگینا دیگه جزش ولی نیست. هنر قشنگه، اینا رو ما ندیدیم، ما شما رو دیدیم، هنر رو دیدیم. ببین یه چیزی اگه بخوای، اول از همه خواستم بگم که چی میخوای بگی، چه آرزویی داری، ولی قبل از اون این خیلی مهمه که برام بگی توی چه جاهای مهمی بودی، با کیا کار کردی، توی جاهای مهمی که بودی، راجع به اپرا رویال اپرا حرف زدی، ولی جاهای دیگه هم اگه بودی. درسته. سال 2006 فینالیست برنامه So You Think You Can Dance نروژ بودم. بعد از اونجا به بعد کارم تو تلویزیون شروع شد. با پروگرام‌های مختلفی تو تلویزیون کار کردم، ریالیتی سری‌های مختلفی کار کردم توی تئاترهای مختلف نروژ. چه عالی. بعد مرسی. بعد توی سان فرانسیسکو یکی از بزرگترین ایونت‌های هیپ هاپ دنیا که سان فرانسیسکو هیپ هاپ دنس فستیوال هستش. من همیشه دوست داشتم اونو بتونم برم. آره رفتم اونجا و یه برنامه انجام دادم که تو ته اون برنامه یه قسمتی آهنگ فتانه رو هم گذاشتم. بعد ایرانیای زیادی تو جمعیت بودن که نمیدونستن من ایرانیم، فقط بی بوی اسپاگتی دیده بودن. بعد وقتی که اون آهنگ میاد شروع میکنم کارم انجام دادم، یک دفعه میبینم جمعیتی پا میشن شروع میکنن دست زدن و رقصیدن در همون حالی که من دارم انجام میدم کارمو، که خیلی منو خوشحال کرد که فهمیدم ایرانی هستن اینا. مرسی بازم که دعوتمون رو نوید عزیز قبول کردی. خیلی آقا خوش گذشت. من به شخصه خیلی رفتیم با هم بیرون، خیلی به من خوش عالی. گذشت. یکی دیگه حالا این نوبت این چیزایی مرسی که بخوایم ازت بخوایم، ما واسمون دلمون که نمیاد که بذاریم بری، که یه دونه رقص زنده هم اینجا واسه ما داشته باش. موزیکت هم آماده کردیم، فکر نکن موزیک هم نداریم.